وقتی مکتب خونیم در صنف 5 بدیم 6 بدیم. امروز برای چی نمی‌ریم؟ امروز کار دارم، کار رفتم. وقتی خالی می‌داشتم می‌اومدم. یکی افسوس وقت آخر وقت خالگی هم کمه. برای همین ممکن که اومدن نمیتونیم. من در دوام دانشجویی کورس یکم به همین تئاتر اومده بودم. دیگه بعدا نمی‌آمدی؟ نه. امروز چرا نمی‌ری؟ ولی پیشنهاد چیزی نیست دانشگاه داده برای همون نمیریم. اگر اختیاری باشه تماما نمیریم. برای چی؟ برای که من با مقبول نیست. چیزاش مقبول؟ بعضی سنت‌هایی که میشن امروز موافق نیست. نمیدونم درست بگم. نه اصلا. вообще. اوه این وقتی داوود سویتی بود. امروز برای چی نمی‌ری؟ برای که کار دارم، کارم بیاد بسیار. که؟ نبودم. نه. Yakın kursu? من yakın kursu. ما راست دیگه تئاتر نمیریم. برای خیلی یکم چخله تئاتر این ما دو قوای نیست که ما با تئاتر مهرم نداریم وکا با تئاتر سبب وکن چی گفتن نمیتونم نشد تئاتر ده. نمیدونم که رفتم. بیادم نیست. دوره استودنتی همین دانشجوی آموزگاری تاجیکستان خوندیم. تئاتر رفتگی بودیم. صدای از تابوت بود. در نقش اساسی عبیدالله رجب هنرمند جمهوری تاجیکستان بازی کرد. من یکم بار تئاتر رفتگی نیستم. روزی نمی دوشنبه بودم. نمایشنامه چی بود؟ نمایشنامه یعنی کی در تئاتر بودی؟ یه خبر دور سیوز بود. امروز چرا نمی‌ری؟ خیلی نصیب که حیات زندگی که نصیب کردی باشه. آخرین مناسبت یک دو ماه پیش نمایشگاه رستم و سهراب چی آمده بود؟ در کدوم تئاتر؟ تئاتر جوانی. یکم بار تئاتر نمیرم. ممکن 20-30 سال باشد. امروز چرا نمی‌ری؟ برای من طلبات من نیست بای موضوع هایی که در اونجا پیشنهاد کرده من بای موضوع حقیقتی وای کرده نمیتونم. حاضر زمان موضوع حقیقی حیات تصویر کردن نیست در اونجا. در تئاتر یکم 3 سال شده است که نه از طرف دانشگاه رفته بودم. امروز چرا نمی‌ری؟ امروز کار درس وقت نمی‌بینم.